یوحنا باب 7. پس از آن عیسی در جلیل می گشت، زیرا نمی خواست در یهودا باشد، چون که یهودیان قصد کشتن او داشتند و عید یهودیان که عید خیمه ها باشد نزدیک بود. پس برادرانش به او گفتند: اینجا را ترک کرده به یهودا روانه شو، تا که شاگردانت نیز آن اعمالی را که تو به جا می آوری ببینند. زیرا کسی که می خواهد مشهور شود در پنهانی عمل نمی کند. اگر تو چنین اعمال را به جا می آوری، خود را به جهان بینما. زیرا برادرانش نیز به او ایمان نآورده بودند. عیسی به آنها گفت: وقتی من هنوز نرسیده است، لیکن برای شما هر وقت مناسب است. جهان نمی تواند به شما عداوت داشته باشد، لیکن به من عداوت دارد، چون که من بر آن شهادت می دهم که اعمالش بد است. شما به این عید بروید، اما من حالا به این عید نمی روم، چون که وقت من هنوز پر نشده است. این را به آنها گفته در جلیل ماند. وقتی که برادرانش به عید آمدند، او نیز آمد، نه آشکارا بلکه پنهانی. اما یهودیان او را در عید جستجو نموده می گفتند: او کجاست؟ و در میان مردم درباره او گفتگوی بسیاری بود. بعضی ها می گفتند: او نیکوست. اما دیگران می گفتند: نه، او مردم را گمراه می کند. لیکن از ترس یهودیان هیچ کس درباره او آشکارا سخن نمی گفت. چون نصف عید گذشت، عیسی به معبد آمده تعلیم داد و یهودیان در حیرت افتاده گفتند: این شخص نوشته ها را چگونه می داند در صورتی که هرگز تعلیم نیافته است؟ عیسی در جواب آنها گفت: تعلیم من از آن من نیست، بلکه از آن فرستنده من است. اگر کسی خواهد اراده او را به عمل آورد، درباره این تعلیم خواهد دانست که آیا آن از خداست یا که من از خود سخن می گویم. هر که از خود سخن گوید جلال خود را می جوید، ولی هر که جلال فرستنده خود را می جوید او حقیقی است و در او ناراستی نیست. آیا موسی به شما شریعت را نداد و کسی از شما از روی شریعت عمل نمی کند؟ چرا می خواهید مرا بکشید؟ مردم در جواب گفتند: تو دیو داری، کی می خواهد تو را بکشد؟ عیسی در جواب آنها گفت: یک کار کردم و همه شما در حیرت ماندید. موسی به شما ختنه را داد که آن نه از موسی بلکه از پدران بود، و شما پسران خود را در روز شنبه ختنه می کنید. مادامی که پسران را در روز شنبه ختنه می کنند تا که شریعت موسی ویران نشود، پس چرا بر من خشمگین می شوید که در روز شنبه کسی را شفای کامل دادم؟ از روی نمود ظاهری داوری نکنید، بلکه از روی عدالت داوری کنید. آنگاه بعضی از اهل یروشلیم گفتند: آیا این همان کسی نیست که او را میخواهند بکشند؟ اینکو آشکارا سخن میگوید و به او چیزی نمیگوید. آیا سرداران یقین دانستند که او در حقیقت مسیح است؟ لیکن ما میدانیم که این شخص از کجاست، اما چون مسیح آید کسی نخواهد دانست که او از کجاست. و عیسی وقتی که در معبد تعلیم میداد ندا کرده گفت: مرا میشناسید و نیز میدانید که من از کجا هستم و من از خود نآمدم، ولی فرستنده من حقیقی است که شما او را نمیشناسید. اما من او را میشناسم، چون که من از جانب او هستم و او مرا فرستاده است. آنگاه خواستند او را دستگیر کنند، ولی کسی دست بر او نانداخت، چون که هنوز ساعتش نرسیده بود. لیکن بسیاری از مردم به او ایمان آوردند و گفتند: چون مسیح آید نخود که از این شخص بیشتر علامات نشان خواهد داد. و فریسیان شنیدند که مردم درباره او چنین میگویند. پس فریسیان و سرکاهنان ملازمان را فرستادند تا که او را دستگیر کنند. و عیسی گفت:
باز مدت کمی من نزد شما هستم. پس از آن نزد فرستنده خود می روم. شما مرا خواهید جست و نخواهید یافت و به آن جایی که من هستم نمی توانید بیایید. و یهودیان به یکدیگر گفتند: او به کجا می خواهد برود که ما او را یافته نتوانیم؟ آیا می خواهد نزد آنهایی برود که در بین یونانیان پراکنده هستند و یونانیان را تعلیم دهد؟ چیست معنای سخنانی که او گفت؟ مرا خواهید جست و نخواهید یافت و به آن جایی که من هستم نمی توانید بیایید. و در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاده ندا کرد و گفت: هر که تشنه باشد نزد من بیاید و بنوشد. هر که به من ایمان آورد، چنان که در نوشته ها گفته شده است، از بطن وی نهرهای آب حیات جاری خواهد شد. این سخن را او درباره روح گفت که هر کی به او ایمان آورد آن را خواهد یافت، زیرا که روح القدس هنوز عطا نشده بود، چون که عیسی هنوز جلال نیافته بود. بسیاری از مردم این سخن را شنیده گفتند: در حقیقت این شخص همان پیغمبر است. بعضی ها گفتند: این مسیح است. لیکن دیگران گفتند: مگر مسیح از جلیل می آید؟ آیا در نوشته ها گفتن نشده است که مسیح از نسل داوود و از بیت لحم که دیه داوود بود باید آید؟ به همین طریق درباره او در بین مردم اختلاف افتاد. بعضی از آنها خواستند او را دستگیر کنند، لیکن کسی به او دست نانداخت. پس ملازمان نزد سرکاهنان و فریسیان برگشتند و آنها پرسیدند: چرا او را نآوردید؟ ملازمان جواب دادند: کسی هرگز مانند این شخص سخن نگفته است. فریسیان به آنها گفتند: آیا شما نیز گمراه شده اید؟ آیا کسی از سرداران یا از فریسیان به او ایمان آورده است؟ اما این مردمی که شریعت را نمیدانند ملعون می باشند. نیقودیموس که شبانه نزد او آمده بود و یکی از آنها بود به آنها گفت: آیا شریعت ما کسی را محکوم می نماید به آنکه اول سخنش را بشنود و بداند که وی چی کار کرده است؟ آنها در جواب وی گفتند: مگر تو نیز جلیلی هستی؟ تحقیق کن و ببین، زیرا که هیچ پیغمبر از جلیل ظهور نکرده است. پس هر کس به خانه خود رفت.